بحث ما در مورد مضرات و عواقب فضای مجازی بود برای بعضی از افراد، برای کسانی که از این اسباب و وسایل به نحو احسن استفاده نمی کنند. یک جوان مسلمان، یک نوجوان مسلمان، بچه مسلمان اگر چنانچه میخواد استفاده از وسیله، از اسبابی، هر چی باشه اون وسیله و اسباب، از موبایل گرفته، کامپیوتر گرفته و سیستم هایی که پیشرفته هستند در اختیار جوانان، نوجوانان هستند، در اختیار فرزندان ما قرار میدیم، سعی بکنیم اینو معرفی بکنیم براشون. این دستگاه چه فوایدی برای شخص داره اگر درست استفاده بکنه، در قسمت اینکه انسان بتونه ازش قرائت قرآن گوش بکنه، یا دروس ازش استفاده بکنه، یا سوالاتی که شرعی هستن بپرسه از علما و از اون سیستمی که به اصطلاح داخلش هست، و حدیثی رو بررسی بکنه. یعنی فواید زیادی رو، استفاده زیادی رو ما میتونیم از این دستگاه بکنیم اگر بلد باشیم، اگر بدونیم این اسبابی هست که الله تبارک و تعالی به انسانها این علم و این دانش و این بینش رو داده که اینو درست کردن که مردم استفاده بکنن. اون کسانی که اینو ساختند ممکنه غیر مسلمان باشند ولی از این دستگاه استفاده درست میکنن، ولی ما مسلمانان، بچه مسلمان اینو میخره، براش پول میده ولی درست استفاده نمیکنه. اون قسمتی که منفی هست اون قسمت استفاده میکنه، یا مزاحم مردم میشه، یا از این طریق دچار انحرافات فکری میشه، یا گرفتار یک سری متاسفانه دوستی هایی که نباید داشته باشه، روابطی که نباید داشته باشه، از این طریق متاسفانه روابط نامشروع برقرار میکنه. لذا اینا مضراتش هستن و مسلمان و مؤمن، بچه مسلمان، یک جوان مسلمان همیشه باید ایمانش در حدی باشه که از لغویات خودشو دور نگه بداره، اعراض بکنه از کاری که لغوه. نه تنها این، یعنی هر چی که سبب غفلت و از یاد الله تعالی میشه، یعنی سبب میشه که ما از یاد الله تعالی دور بشیم، از ذکر الله تعالی غافل بشیم، از اون دوری بکنیم. اونو اسمش هر چی بذاریم، بازی بذاریم، فوتبال بذاریم، تماشای فیلم و سریال بذاریم، هر چی که باعث بشه که انسانو از یاد الله تعالی غافل بکنه، از ذکر الله تعالی دور بکنه، اون لغوه، حد اقلش لغوه. اگر ما نگیم حرام هست، لغو هست.